با سبب اون که مشکلی فنی پیش اومد و صدای من در صحبت قبلی خوب شنیده نشد، من بار دیگر نویدی بمدادی رو به سهم شما میرسونم. روز جمعه سعید رو به شما بینندگان عزیز شد باش میگم، برایتون صحتمندی و روی بالدار و تمنا دارم و البته مینداری خود رو ابراز میکنم که هر صبح رو از آزادی ویدیو منتظر میشوید تا اینکه خبرها رو بشنوید. از آزادی ویدیو شالوی گلخوجه هستم. در نویدی بمدادی همراهتون با توضیح ها از تاجیکستان و جهان و همین حالا در پراگ ساعت 7:16 است و نخست از باد و هوا برای شما من معلومات میدم. چون همیشه در مرکز جمهوری چخ آب و هواشناسان امروز هوای ابری را پیشگویی کردند. قرار است گرمی روزانه تا 20 درجه را تشکیل نماید. در مسکو هوا آفتابی و روزانه تا 13 درجه گرم می شود. در پایتخت تاجیکستان امروز هوای آفتابی در نظر است و حرارت 23 درجه خواهد بود. شروع میکنم از خبری که در یک هفته اخیر از سوی شما بینندگان و خوانندگان رادیو آزادی زیاد پرسیده می شود و اونم مربوط است به قانون عفو که قرار است نسبت محبوسان، گمانبر شده ها و بازداشت شده ها تطبیق گردد. انتظار می رود امروز وکیلان توجیک لایحه قانون عفو را در اجلاسه خود بررسی نمایند. طوری در خاطر داشته باشید اگر امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 اکتبر طرح قانون را به پارلمان فرستاده بود، مقامات گفتند قرار است قانون تا جشن 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای تاجیکستان که روز 6 نوامبر امسال تجلیل خواهد شد مورد اجرا قرار بگیرد. طبق معلومات پیشکی لایحه قانونی نوبتی بیش از 20,000 نفر را در بر میگیرد. در دوام روز ما در این باره برایتان معلوماتی بیشتر خواهیم داد. صحبت‌ها و برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا کنید و فکر میکنم به سوالای خود میتوانید در این مورد پاسخ بگیرید. در ردبندی نوی دوینگ بیزنس 2020 که بانک جهانی آماده کرده است، تاجیکستان به 10 گونه کشورهای اصلاحاتگر جهان وارد شد. صاحبکاران و سرمایه‌گذاران میگویند که شرایط بیزنس در کشور چندان تغییر ندیده است و همان پر از مشکل است. بانک جهانی در ردبندی نوی دوینگ بیزنس 2020 و یا پیشبرد تجارت را روز 24 اکتبر معرفی کرد. تاجیکستان در ردبندی نو با کسب 61 و از 10 خال در مقام 106 است. در ردبندی گذشته تاجیکستان در جای 126 بود. بانک جهانی میگه تاجیکستان را اساساً برای گذراندن 3 اصلاحات در 10 گونه کشورهای اصلاحاتگر سال وارد کرد. دادن رقم یگانه اجتماعی هنگام ثبت نام شرکت نفت در شهادتنامه، بهتر کردن دسترسی بیزنس به قرضهای بانکی از حساب تاسیس مخزن یگانه گروها و سبک کردن رسمیت گمرکی برای صادرات محصولات زود ویران شونده. برخی از صاحبکاران و کارشناسان میگن احتمال تاجیکستان بعضی از قاعده و قانونها را به معیارهای جهانی موافق کرده است تا آبروی خود را حفظ کند، ولی شرایط بیزنس در کشور همان نگران کننده است. صاحبکاران تفتیش‌های پیاپی، جریمه‌های هنگفت، انداز بلند و درآمد کم و فشار مقامات رسمی را از مانع‌های کاری خود می‌دانند. بانک جهانی گفته است در آینده نزدیک تاجیکستان باید روی اصلاحات در دسترسی بیزنس به برق، مفلس شوی، پرداخت انداز و گرفتن اجازه ساختمان دقت بدهد. موقع تاجیکستان در این عرصه‌ها در ردبندی چندان بلند نیست. ردبندی دوینگ بیزنس هر سال از طرف بانک جهانی تهیه می‌شود و مقام هر کشور در این گزارش از روی 10 شاخص معین می‌گردد. و حالا رو میارم به موضوعی که نیز مورد نگرانی شما کاربران رادیو آزادی قرار دارد. دقیق‌ترش جریان دعوت به خدمت که این شب و روز ادامه دارد در کشور. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید نقشه دعوت به نیروهای مسلح تاجیکستان در موسم تیرماه امسال بیش از 65% اجرا شده است. به قول مسئولین این نهاد در شهر دوشنبه معرکه دعوت هنوز ادامه دارد، زیرا تا امروز 75% را تشکیل میدهد. اما در ولایت مختار کوهستانی بدخشان باشد هنوز هفته پیش نقشه 110% پر شده است. به همین ترتیب معرکه دعوت در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان بیش از 50%، در شهر و نواحی توبه جمهوری 60%، در منطقه رشت 100% و در ولایت سوخت 75% اجرا کرده است. این حسابات پیشنهاد نموده وزارت دفاع در حالی است که هنوز از روز اول موسم دعوت تیرماه امسال تقریبا هر روز از منطقه‌های مختلف کشور خبرها درباره ابلاغ جوانان منتشر می شود. از جمله نوارهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی در گردش است که نشان می‌دهد چگونه در روز روشن و با طور خیلی دغل جوانان به کمیسریات‌های حربی برده می‌شوند.
ساکنان این شکل دعوت رو به اصطلاح دیگر آدم ربایی مینامند. رادیو آزادی نیز در این 3 هفته چند گزارش را با شکایت والدین و خود جوانان نشر کرده بود. بعضی از به قبل جبریده‌های ابله و حتی به بیمارستان نیز افتادند. مشکلی که به نظر تحلیلگران در راستای دعوت جوانان به ارتش وجود دارد، این هر چه زودتر اجرا نمودن نقشه پیش بینی شده برای هر یک شهر و نواحی می باشد. به قبل آگاهان در صورت تأخیر و یا پوره از عهده اجرای نقشه نبرآمدند، مسئولان دعوت به ارتش گپ میشنوند و باید گفت که دعوت تیرمایی جوانان به ارتش تاجیکستان اول ماه اکتبر آغاز گردید و تا آخر ماه نوامبر امسال ادامه میکند. وزارت دفاع آمریکا گفت برای راه ندادن به ظهور دوباره گروهی به نام دولت اسلامی و به دست آنها نفتادن چاهای نفت حضور نظامیش را در شمال و شرق سوریه تقویت می‌بخشد. قرار در این باره روز 24 اکتبر و چند روز بعد از آن اعلان شد که رئیس جمهور دونالد ترامپ امر داد نیروهای آمریکا را از مناطق مرزی ترکیه اخراج کنند و امکان بدهند که ترکیه رزمندگان کرد را بیرون کرده و منطقه امن تأسیس بدهد. این مناطق را که قبلا نیروهای آمریکایی با متحدانش رزمندگان کرد محافظت میکرد، حالا نیروهای ترکیه و روسیه نظارت دارند. قرار ترامپ را وکیلان حزب دموکرات و جمهوری خواهان سخت تنقید کردند. اکثریت از آن بیم دارند که حدود 10,000 جنگجوی دولت اسلامی که در صورت رزمندگان کرد هستند میتوانند با استفاده از بی سر و سامانی رها شوند. یک مقام رسمی وزارت دفاع آمریکا روز 24 اکتبر گفت یکی از دستاوردهای چشمگیر آمریکا و متحدانش در جنگ به ضد داعش به دست آوردن کنهای نفت در شرق سوریه بود که منبع مهمی درآمد برای داعش به حساب می‌رفتند. در بیانیه رسمی اومده است که آمریکا در هماهنگی با نیروهای دموکراتی سوریه تحت رهبری رزمندگان کرد حضور نظامیش را در شمال و شرق این کشور تقویت می‌بخشد تا چاهای نفت دیگر باره به دست داعش و دیگر عنصرهای خرابکار نیفتند. و بینندگان عزیز، باز هم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان و یادتان نرود در آخر صحبت من حتما برای شما از قرب رسمی روبل روسی در تاجیکستان یادآور می‌شوم و فکر می‌کنم تا آخر صحبت ما رو حتما همراه خواهید بود. کارمندان اجنسی ضد فساد در تاجیکستان از دخل‌ناپذیری نسبی برخوردار شدند. بر اساس تغییرات نو که روز 23 اکتبر از سوی پارلمان قبول شد، از این به بعد کارمندان اجنسی ضد فساد را تنها در وقت صادر کردن جنایت دستگیر و مالکیتشان را تفتیش کردن ممکن است. مقامات گفتند هدف از این کار پیشگیری از دخالت زیاد به کار ماموران اجنسی است، اما تحلیلگران این را نتیجه رقابت میان نهادها می‌خوانند. تغییرات نو به ماده 6 قانون درباره اجنسی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا ربط دارد که دخالت نکردن به کار کارمندان این نهاد را در بر میگیرد. باید گفت که تا این وقت چنین بند مخصوص در قانون وجود نداشت. سهراب سفرزاده معاون رئیس اجنسی ضد فساد در نزد وکیلان گفت بر اساس تغییرات نو دستگیر نمودن، مجبورا آوردن گفتگوی شخصی کارمندان اجنسی تنها در وقت دستگیر نمودن او هنگام صادر کردن جنایت صورت میگیرد. همین طرف تفتیش مال و ملک، نقلیات و ارتباط کارمندان اجنسی زمانی ممکن است که اگر او را هنگام جنایت دستگیر کنند. سفرزاده در صحبت جداگانه با رادیو آزادی گفت این مقررات معنای دخل ناپذیری پوره کارمندان اجنسی ضد فساد را ندارد، ولی آنها میخواهند از دخالت زیاد به فعالیت کارمندانشان پیشگیری کنند. این مقام اجنس ضد فساد همچنین گفت در حالت باز شدن پرونده جنایی نسبت به کارمندان این نهاد بازداشت آنها در دایره مقررات قانونگذاری تاجیکستان صورت میگیرد. ضمن یادآور میشویم که دادگاه عالی سال 2017 در کارمند اجنسی ضد فساد با شمول سابق معاون اول رئیس این نهاد را به سالهای طولانی زندان محکوم کرده بود. آنها اساساً به رشوه‌گیری و تقلب عیبدار شدند. اجنسی ضد فساد تاجیکستان نزدیک 500 کارمند دارد. فعالیت این نهاد اساساً در 3 بخش نظارت مولوی، اداره‌های دولتی، مبارزه با فساد و پیشگیری از کروپسیا میباشد. وزارت معارف تاجیکستان اعلام کرد که از 1 نوامبر در تمام مؤسسه‌های تحصیلات کشور تعطیل تیر ماهی آغاز شده تا 10 نوامبر ادامه می‌یابد. در عین زمان برای خوانندگان رویخط کتاب‌های توصیه می شود که در تعطیل تیر ماهی آنها را مطالعه نمایند. همچنین در این دوره المپیادای داخلی مکتب‌ها آغاز می گردد که خوانندگان فعال در آن اشتراک می کنند. به قبل مسئولین وزارت طبق مقررات فعلی سال تحصیل 36 هفته تعلیمی را در بر گرفته به 4 چورک تقسیم گردیده است. یعنی چورک یکم از 1 سپتامبر تا 31 اکتبر، چورک دوم از 11 نوامبر تا 31 دکامبر،
چورک سیوم از 11 ینور تا 20 مرد و چورک چهارم از 1 اپریل تا 14 ایون ادامه می‌یابد. مقامات معارف نظام تعطیل‌های تیرماهی و بهاری را در حال برمیگردانند که تقریباً 9 سال پیش این نظام در تاجیکستان از بین برده شد. در اوج بحران انرژی و مشکل تامین گرمی در مکتب‌ها با قرار وزیر معارف وقت تاجیکستان عبدالجبار رحمانزاده از حساب اختصار شدن تعطیل‌های یک هفته‌ای تیرماهی و بهاری مهلت تعطیل زمستانه تا 1 ماه تمدید شده ماه ینور را فرا گرفت. در یک قرار دیگر وزارت تجلیل زنگی آخر هم را ممنوع کرده روز آخر درس نه 25 می بلکه 7 ایون تعیین گردید. اگر منع تجلیل زنگی آخر بیشتر از نظر نبودی بهانه جشن ختم مکتب بسیاری ها را ناراحت کرده باشد، موضوع خسته کننده بودن تحصیل 4 ماهه بدون تعطیل در نیمه اول دوم سال خوانش بیشتر از نظر صفت قبول دانش و معلومات مورد انتقاد والدان بود. و روزی گذشته دو شخصیت معروف فرهنگی توجیک درگذشتند. یکی از آنها اولین مدیر تلویزیون تاجیکستان، رهبر پیشین تئاتر لاهوتی، از کامیابی‌ترین سروران کینوستودیوی تاجیک فیلم، از بنیادگذار و رهبران اولین دسته‌های هنری لالا، گلشن زیبا، کارمند شایسته تاجیکستان عابد حمیدوف میباشد که در 93 سالگی در شهر دوشنبه فوتید. نقش او نه تنها در تأسیس و راه‌اندازی بسیاری از مؤسسه‌های فرهنگی تاجیکستان بلکه برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و فنی رشته فرهنگ کشور بزرگ و ماندگار میباشد. همچنین 24 اکتبر ادبیات شناسی توجیک، کارمند سابق انستیتوت زبان، ادبیات، شرقشناسی و میراث خطی به نام رودکی اکادمی علم‌های تاجیکستان ولی صمد در سن 83 سالگی از عالم چشم پوشید. ولی صمد را تاریخ زنده ادبیات شناسی شوروی تاجیک و مبارز ضد فرهنگ زودایی شوروی نیز مینامند. ولی صمد عضو ریاست بنیاد بین‌المللی زبان فارسی تاجیک انجمن خاورشناسان ارمنستان و عضو ریاست انجمن دوستی ایران و تاجیکستان بود. و بینندگان عزیز، طور در بالا گفتم. حالا از قرب اسعار خارجی برای امروز به شما معلومات میدیم که از طرف بانک ملی به طور ذیل تعیین شده است. $1 9 سومانی و 69 درم، 1 یورو 10 سومانی و 78 درم و 1000 روبل روسی 151 سومانی و 40 درم ارزش دارد. سپاس میگم که تا این لحظه ما رو تماشا کردید. امیدوارم که ثبت نوبتی بدون مشکل صورت گرفت و شما به خوبی توانستید صدای ما رو شنوید و با خبرهای جهان و تاجیکستان آگاه شوید. من همه شما عزیزان را در دوام روز باز منتظر میمونم با خبرهای تازه و گزارش‌های جالب. روز خوب داشته باشید و منت داریم از یکایک شما برای با ما بودن.